آقا جلیل میگم میشه بی زحمت کفش من رو تعمیر کنی؟ ببین این کفشا رو من چند بار تعمیر کردم، به خدا قابل تعمیر نیستن. یعنی نمیشه یه بار دیگه دور دوزشون کنیم و باهاشو برم سر کار؟ گفتم که قابل تعمیر نیستن. برو به سلامت. چرا کفشا رو واسش تعمیر نکردی؟ اینجوری من دیدم از چی زحمت کشیه. آره آقا، ضایعات جمع میکنه. یه مادر مریض هم داره که خرج اون هم میده. به خدا قابل تعمیر نبودن. یه لحظه صبر کن. فردا که دیدیش این کفشا رو بده بهش. تولد داداشم بود، واسه اون گرفته بودم، ولی دیدم این آقا پسر بهشون بیشتر احتیاج داره. دمت گرم، ولی چرا خودت بهش نمیدی؟ میدونی چقدر خوشحال میشه؟ نه، خودت بهش بده. کار خیر رو هرچی بی سر و صداتر انجام بدی بهتره. توی قدم واسه ممنوعت بردار، خدا 100 قدم واسه بر میداره. دمت گرم، خیلی مرد این آقا پسره که داره با این سنش کار میکنه تا خرج خودش و خانوادش رو در بیاره. عزت زیاد. هی پسر، اینا رو دیروز یه بنده خدایی داد، گفت بدم به تو. مبارکت باشه.